سلام. امروز میخوام برم شهر رو بگردم، یه کافه‌ای که خیلی دوستش دارم برم بشینم، یه قهوه بخورم و یه کمی هم درس بخونم. با من همراه باشین. من عاشق این خیابونم، چون کلی کافه رستوران اینجا هست و خب بیشتر اوقات شلوغه. خب من نظرم عوض شد، اومدم یه جایی که همیشه خیلی دوست داشتم بیام قهوه‌اشو امتحان کنم. الان یهو به چشم خورد، تا ساعت 6 هم بیشتر باز نبود. الانم که ساعت 5:20 است. گفتم که یه فرصت خوبیه که بیام کافیاشو تست کنم. یه کاپوچینو گرفتم ببینم که چجوریه. خیلی هم محیط خوبی داره، تو میشد نشست، ولی من لباسم زیاد بود ترجیح دادم که بیرون باشم. خوبه کافیاش به نظرم، ولی فکر میکنم اونجایی که خودم میخواستم برم بشینم درس بخونم و کافی بخورم اونجا بهتر بود فکر میکنم. ولی اوکی، دوست داشتم اینجا هم تست کنم. اینجا هم که دارم بهتون نشون میدم محیط اطراف کافه است که به نظرم خیلی قشنگه. خب اگه ازم بپرسن که دوباره میام اینجا یا نه، آره فکر کنم میام، هم به خاطر کافیاش خوب بود، دوست داشتم، هم که خیلی جو خوبی داره، خیلی وایب باحالی داره، خیلی خوشگله و جای خیلی خوبی هم از شهر هست. داشتم میرفتم خونه، ولی دیدم صداهای جالبی داره میاد، برای همین تصمیم گرفتم برم سمت صداها ببینم چه خبره. یکی از چیزایی که خیلی دوستش دارم اینه که همیشه وقتایی که هوا سرد میشه، توی زمستون، توی پاییز، یه برنامه برای انجام دادن هست، یه برنامه همگانی، یه چیز عمومی، یه چیزی که همه مردم خیلی راحت بدون هزینه بتونن توش شرکت کنن و این تایم سخت، این زمستونای خیلی سرد، این هوایی که خیلی زود تاریک میشه، خیلی راحت‌تر بتونن ازش عبور کنن، افسرده نشن، حالشون بد نشه و خب بتونن تایم خوبی رو داشته باشن.